بعد از آن امام بخاری رحمت الله علیه گفتن که و کتب عمر بن عبدالعزیز الى عدی بن عدی. عمر ابن عبدالعزیز به سوی عدی ابن عدی مکتوب نوشت و عدی ابن عدی امیری ارمنیه بود. ان للایمان فرائض و شرائع و حدودا و سننا فمن استكملها استكمل الایمان و من لم يستكملها لم يستكمل الایمان. به سوی عدی ابن عدی مکتوب کردن که گفتن که ایمان فرائض دارد، یعنی عملهای دارد که اجرای کردن آن عملها فرض است، حتمی و ضروری است. و شرائع بعضی کارهای اعتقادی است که باید انسان اعتقاد کند، یعنی ایمان به الله مجبور میکند انسان را که باید به بعضی چیزهای اعتقاد کند. و شرائع شریعت ها هست، یعنی عقیده هست. و حدودا حد و حدود است، سرحد است، حرام کرده ها دارد. وقتی که به الله تعالی ایمان آوردید پس باید از حرام کرده های الله تعالی باز استید. ایمان شما را باید از کار گناه نگه دارد. و سننا اینچنین سنت های هست، یعنی کارهای مستحبات است، اجرایش آن کارها ثواب است ولی ترک آن گناه نیست، باید آن کارها را هم اجرا کنید. فمن استکملها استکمل الایمان. کسی که همه این کارها را اجرا کند ایمان او مکمل شده است. و من لم یستکملها لم یستکمل الایمان. کسی که همین کارها را مکمل نکرد، بعضی آن را اجرا کرد بعضیش ترک کرد، ایمان او مکمل نشد. گفتم فان اعش فسأبینها لكم حتی تعملوا بها. اگر من زنده باشم به شما بیان میکنم تا اینکه شما عمل کنید. یعنی همیشه به سخنشان من اگر زنده باشم میگفتم، یعنی احتمال وفات کردن انسان هر روز هست، هر دقیقه هر لحظه از احتمال دور نیست که انسان رحلت به سوی آخرت کند. بنابراین همیشه در رفتار و در گفتارش آمادگی به روز قیامت انسان باید داشته باشد. گفتن که اگر من زنده باشم برای شما آن فرضهای ایمان و آن حرام کرده های ایمان و آن حد و حدود ایمان و فرائض و شرائع و مستحبات ایمان رو بیان میکنم تا اینکه شما با آنها عمل کنید. گفتم این دلالت می‌کند که ایمان قول است و عمل است، یعنی قول خالی نیست، باید عمل کند. و من لم یستکملها. کسی که آن کارها رو اجرا نکند لم یستکمل الایمان. ایمان مکمل نکرده است. ایمانش که مکمل نباشد ایمانش ناقص است. این دلالت می‌کند که ایمان زیاد میشود و کم میشود. فین اعش فسأبینها لكم حتی تعملوا بها. اگر زنده باشم بیان میکنم تا اینکه عمل کنم. و این اموت فما انا على صحبتكم بحریص. اگر رفت و وفات کنم من به هم صحبت شدن با شما حریص نیستم، یعنی من بسیار تمنای هم صحبت شدن با مردم را ندارم. یعنی بیشتر خلوت ماندن با الله تعالی و مشغول شدن با عبادت الله تعالی برای آنها محبوب تر بود نسبت مشغول شدن با انسان‌های و هم صحبت شدن با انسان‌ها. و مقصود بخاری از ذکر سخن عمر ابن عبدالعزیز این است که یعنی عمر ابن عبدالعزیز یکی از شخصان بزرگ ملت اسلام در همین عقیده بود.